سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. من امیررضا هستم و خوش اومدیم به این ویدیو، اولین ویدیوی من. بچه‌ها امروز در مورد همستر تحقیق کردم و میتونم بهتون به جرئت میتونم بهتون بگم که 1,000,000 سکه روزانه دریافت کنین و این ویدیو رو برای اون کسانی که سطح برنزی هستن بزنم. پس لطفاً اگه شما سطح بالاتر هستین نگید ما بلدیم، چون اینا رو برای سطح برنزی گذاشتم. خب کسایی که سطح برنزی هستن معمولا زیاد با همستر، کد مورس یا کارت ها زیاد بلد نیستن. خب پس بیایم سراغ کارمون. اول بخش تلگرام و بعد همستر کامبت رو میانیم. همستر کامبت واقعی فلش داره، اگه نه یعنی اینکه همستر کامبت شما فیکه. و اونایی که سطح برنزی هستن یه موقعی از همستر کامبت باید از قوانیناش باید پیروی کنن. ممکنه مثلا اگه شما فعالیت توش نداشته باشین، تو این صفحه این هستش میذارم روش، فعالیت نداشته باشین ممکنه بند بشین، یا کد مورس تقلبی بهش بدین 1,000,000 سکه بگیرین، یا مثلا تاریخ گوشیتون رو برگردین به عقب یا جلو که یا سکهاتون کم بشه یا زیاد بشه. این کاملا تقلبیه و همستر کامبت شما رو بم میکنه. خب در اینجا بخش دیلی چیپر کپچر زیاد بلد نیستم. خب اینجاست. اول من برم بخش دیلی ریوارد، چیزامو بگیرم، جایزه روزانه‌مو بگیرم. 5,000,000 سکه، 18,000,000 در آوردم. حالا بریم بخش دیلی چپر. اینجا نگاه کنید، کد مورس رو باید اینجا وارد کنیم. در اینجا فقط برای ضربه زدن نیست، بلکه برای وارد کردن کد مورسه که خط هم شاملش میشه، همین خطی که الان وارد کردم. الان که باید بیاین کد مورس رو وارد کنین. چطوری؟ الان بهتون میگم. مرورگر گوگل رو باز میکنین و می‌نویسین. وقتی که بازش کردیم می‌نویسیم ببخشید من فیلتر شکنم، روشن فیلتر شکن با گوگل نمیسازه، باید خاموشش کنم. خب خاموشش میکنیم برای اینکه کار زودتر و سریعتر انجام بشه. درست شد. میزنیم دریافت کد مورس همستر 5 شهریور، روز و ماه باید وارد کنیم. یه سال خودش میفهمه. کد مورس نحوه وارد کردن. وبسایت رو بهتون پیشنهاد میکنم برای اینکه وبسایت بهتره و تصاویر داره، اما ویدیو ممکنه نحوه وارد کردنش اشتباه بزنید و دوباره از اول باید وارد کنین. اینجاست، نگاه کنید، این کد مورسه. اینجاست. ببینید برای اینکه دی رو وارد کنین اول یه خط 2 نقطه از سمت چپ شروع میشه. ببینید این کلید واژه است. کلید واژه رو میزنیم تا کد مورس وارد بشه. یه خط 2 نقطه برای اینکه دی وارد شه. اینجوری میزنن، نه فقط همش بیاین اون صفحه نقطه نقطه بزنین. اینجوری هم بوستتون از بین میره و نمیتونین کد مورس وارد کنین، همین که زمان میبره. اول وای میسیم تا این فیلتر شکن بیاره بالا. خب بچه ها این الان فیلتر شکن من روشنه و بریم در بخش همستر کامبت. این نه، برای وارد کردن دیگه گفتم یه خط 2 نقطه. یه خط 2 نقطه درسته؟ آها.
اگه ایرادی توی ویدیوم بود توی کامنت ها برام بنویسین تا اصلاح ترش کنم و خواهشان مسخرم نکنید. برای این ویدیو بسیار وقت زیادی گذراندم. خب وای میسیم تا بیاره. مطمئنا شما اگه برنزی بودین باید میفهمیدین که واقعا این سطح برنزی چقدر منزجر کننده است. همش ما وایسی بزنید روی این بدون قابلیتی بدون امکاناتی. البته قابلیت روش هست، همین کد مورس و کارتای روزانه. راستی بچه‌ها دیلی کامبو رو هم بهتون آموزش میدم بعدن. الان دیروز واردش کردم، باید تاریخ این کارتا یعنی دیلی کامبو از بین بره تا ویدیو رو یعنی ساعت 2 براتون میذارم. برای اینکه خط بیاد 2 ثانیه دستتون رو روی این نگه دارین. یه خط، این یه خط، اینم 2 نقطه. ببینیم میخوام یه خط 2 نقطه. بفرمایید دی وارد شد. این اولین کد وارد شد. برای اینکه یو به دست بیاد 2 نقطه و یه خط وارد. خب 2 نقطه یه خط یو وارد شد. برای اینکه آر وارد بشه 1 نقطه یه خط 1 نقطه. خب 1 نقطه یه خط 1 نقطه. آر وارد شد. بعدی چیه؟ اوه. او 3 خط رو باید وارد کنیم. 1 2 میخوام وقتی یه اشتباه زیاد میکنی خراب میشه. دوباره بذارین کات بزنم. خب به بخش آر رسیدیم. وقتی که اشتباهی در کار باشه دوباره باید از اول شروع کنیم. حالا 3 خط رو باید وارد کنیم. 1 2 3. او وارد شد. حالا بریم وی رو وارد کنیم. 3 خط 3 نقطه یه خط و آخریش 1 2 3 یه خط. این هم کد مورس وارد شد و جلو چش خودتون دیدین که کد من وارد شد. 1,000,000 جایزه گرفتم. از 18 تا به 19 تا رسید. خب دوستان عزیز، در بخش دیلی کمبو متاسفم براتون که دیلی کمبو نمیاره بالا، چون دیشب واردش کردم و ساعت 2 اینا از بین میرن. خب الان اگه کنجکاوین بدونین زیاد برای ساب نکنین، زودتر براتون میفرستم. دوستان امیدوارم از این آموزش خیلی لذت برده باشین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه تا در ویدیوهای بعدی با ما همراه باشید. ممنونم. خدا پشت و پناهتون. خداحافظ شما.